گزارشیه که 25 اردیبهشت ما توی یکی از روزنامه‌ها در خصوص تجاوز آقای بازیگر منتشر شده. پس پرونده مال الان نیست، مال 25 اردیبهشته. یه نکته ای هست تو این گزارش اومده که یه خانم جوان 20 ساله که هنرجوی بازیگری بوده به آگاهی مراجعه میکنه و میگه که من یه بازیگر تازه کار هستم و از مدت‌ها قبل هنرجوی بازیگری بودم و با این بنده خدا آشنا میشم و سوار ماشینم میکنه، بعد دست و پامو میبنده و قصه هازا. خب ادله بوده که حکم بازداشت رو دادن، بله ادله بوده، ولی به معنی قطعی بودن وقتی تو فرآیند دادگاه قرار میگیره حکم نهایی توسط قاضی صادر میشه. نه بیایم قطعی بگیم پاپوش بوده که اگه خدایی نکرده در این اتفاق افتاده در حق اون دختر خانم ظلم بشه، و نه بیایم بگیم که قطعا این اتفاق افتاده، چون واقعا معلوم نیست چه داستانی هستش. پس یه مقدار بازم باید صبر کنیم. اظهارات اون دختر خانومم توی کپشن براتون می‌نویسم.